مجموعه مسجد الاقصی و قبة الصخره که حرم شریف هم بهش میگن در قلب بیت المقدس قدیم قرار داره. شهر قدیم هم در دل شهر جدید که به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شده. مرز و دیوار مشخصی بین دو بخش نیست. عبور و مرور بین دو طرف آزاده. مثلا اینجا خط تراموا مرزه. این ور خیابون اسرائیل، اونور سرزمین اشغالی. گرداگرد بیت المقدس قدیم حصار و دروازه‌های قدیمش پابرجاست. شهر همون شکل قدیم خودش رو حفظ کرده. بخش غربیش محله یهودی هاست. اینم دیوار ندبه، تنها بازمانده معبد سلیمان، مقدسترین مکان برای یهودیان. یهودیان اینجا دعا میکنند، حاجتی هم اگر داشته باشند رو کاغذ می نویسند، لای دیوار میذارن. آن سوی دیوار مسجد الاقصی است و این سو دیوار ندبه. آن سو مسلمانان عبادت میکنند و اینجا یهودیان. همه دعوا بر سر همین دیواره. اما رفتن به اون ور و ورود به مسجد الاقصی کار ساده ای نیست. اینجا یکی از ورودی های مسجد الاقصی است. از این نقطه به بعد فقط مسلمان ها حق عبور دارند. پلیس اسرائیلی اینجا چک میکنه که آیا شما واقعا مسلمان هستید یا نه. حتی ممکن ازتون بخوان که آیاتی از قرآن یا بخشی از نماز رو براشون بخونید تا مطمئن بشن که شما مسلمانید. قبل از اینکه اجازه پیدا کنین وارد محوطه حرم بشین، باید علاوه بر پلیس اسرائیلی مسلمانیتون رو به فلسطینی ها هم ثابت کنین. اینجا مسجد قبة الصخره است، یعنی گنبد صخره. صخره‌ای که پیامبر اسلام از روش به معراج رفته. اینجا رو به عنوان نماد قدس همیشه میشناسند، در حالی که اون چیزی که تمام تمرکز روشه و اهمیت قدس نه به قبة الصخره بلکه به اینجاست، به مسجد الاقصی که از لحاظ معماریش نسبت به قبة الصخره از فاصله دور چندان جلوه‌ای نداره، اما اهمیتش بسیار بالاست. اینم داخل مسجد الاقصی. نکته جالبی در مورد مسجد الاقصی اینه که بین همه اماکن مقدس برای مسلمین اینجا تنها جایی که هیچ نقطه مشخص و معینی توش نیست که مرکز توجه باشه. نه مقبره‌ای توش هست و نه هیچ جای خاصی که اون نقطه بیش از همه دارای تقدس و احترام باشه. تمام مسجد الاقصی به یک اندازه دارای قداست و احترام برای مسلمانان به عنوان قبله اول. مسجد قبة الصخره خیلی کوچکتر از مسجد الاقصی است. پشت این ظریف کوچک صخره‌ای که مسلمانان اعتقاد دارند پیامبر از روش به معراج رفته. این سوراخ رو اینجا گذاشتن برای اینکه میتونن دستشون رو از اینجا برای لمس همون صخره داخل بکنند. اینجا راه پله‌ای که ازش به زیر همون صخره‌ای میره که اعتقاد مسلمانان در اینه که پیامبر ازش به معراج رفته و این پایین جایی که مسلمانان اعتقاد دارن که پیش از این که به معراج بره اینجا به نماز ایستاده و پیامبران پشت سرش نماز می‌خونن. این همون جایی که اعتقاد دارن که پیامبر ایستاده و نماز خونده و جهتش دقیقاً به سوی هر دو قبله است. هم قبله اول که مسجد الاقصی باشه و هم مسجد الحرام قبله دوم. یعنی کسی اگر اینجا نماز بخونه هر دو قبله در مقابلش قرار میگیرند. این نقطه از کره زمین کان و معدن جوشش باورها و ادیانه. جوششی که میتونه چشمه آب گوارا باشه اما فعلا جوشش دهانه آتش فشان شده. مهرداد فرهمند، BBC، بیت المقدس.